فهم قرآن به شیوه آسان در جلسه 13 همه عزیزان را خوش آمدید میگوییم. امید است که همه بخیر و عافیت باشند. الله جل و علا شانه این جلسات ما و شما را به خاطر رضای خود بگردانه و به این خیر دنیا و آخرت مرتب فرماید. قسمی که شما ملاحظه میفرمایید که در این جلسه انشاءالله ما و شما سورة الناس را میخوانیم، معنی و مفهومی و بعضی از پیام هایی که سوره مبارکه به ما و شما داره. و در بخش دوم برنامه و قواعد هست که در قالب دوم از 4 قالب که ما و شما داشتیم، اوزان نصر ینصرو، با او انشاءالله فعل ماضی را تمرین میکنیم و نکات تربیتی را با هم داریم که شریک میسازیم. یک باری سوره مبارکه را میخوانیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. ترجمة كون قل أعوذ برب ربك مالك آقا ماشاءالله. مربی یعنی پرورش کننده و سوم فرمان روا یعنی حاکم، فرمان روا و منتظم و مدبر. برب الناس مردم و انسان چی؟ انسان بله. برب الناس. شما میفهمین که موضوع قرآن کریم چی هست؟ هر کتاب موضوع داره نه؟ مولوی صاحب صحیح گفته. موضوع قرآن کریم انسان است. ما دیدیم که الله رب العالمین این امانت را بالای کوها، زمین، اسمانها عرضه فرمود. فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. موضوع قرآن کریم انسان است. به همین خاطر یعنی در هر 2 صفحه شما یک بار یا ناس یا انسان را میبینید و این انسان مادامی که موضوع قرآن کریم است باید همینطور باشه، یعنی به قرآن کریم وصل شود. کل موضوعات یعنی انسان در قرآن کریم بحث شده. عزیزان گرامی، بار باری موضوع می آید که ما وقت به معنای واقعی و حقیقی
پناه میخواهیم که ما خود را غیر مسئول و غیر محفوظ احساس کنیم. وقتی که انسان خود را غیر محفوظ احساس کنه، در او وقت در تپ و تلاش پناهگاه می باشه، در او وقت پناه می خواهد. اگر این احساس را نداشته باشه و فکر کنه که تمام امور ما درست است و زور کس سر ما نمی رسه، اصلا در قصه پناه نیست. فلهذا ما و شما ای را احساس کنیم که در این زندگی شب روزی خود با بسیار مسائل مواجه هستیم که در او خطر هست. خطر ایمان هست، خطر اخلاق هست، خطر اخلاص هست، خطرات مرئی و نامرئی هست. ما و شما با ایمی یعنی امو قسم در یک تیرباران ما و شما زندگی میکنیم، امی قسم هم هست. و این خطرات عادیم نیست، بسیار خطرات هست. با این خاطر وقتی که سوره مبارکه را ما میخوانیم، معوذات یا معوذات، خود را امیطور غیر مسئول احساس کنیم تاکه طلب پناه ما حقیقی باشه. این طور نه که به زبان ما باشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الناس. بفهمیم ما در خطر هستیم و اگر این پناهگاه به ما حاصل نشوه، میسر نشوه، مشکلات ما زیاد میشه. و چقدر مشکلات ما روبرو میشیم، مسائل انسانای خطرناک و شریر، به جنیات، به شیاطین، به این نفس خود و که بارها ما و شما را به بدیهات تشویق میکنه. این کل مسائل است. باز دشمنای دیگری که ما و شما داریم از حیوانات، از بسیاری چیزا. فلهذا ما و شما از الله رب العالمین این دعا را می طلبیم و در پناه الله رب العالمین میریم. یعنی در وقت خواندن این معوذات باید احساس را داشته باشیم. معاً این احساس را داشته باشیم که الله رب العالمین ما را تنها نمیگذاره. معیت الله رب العالمین به ما حاصل هست. طبعالی که بوده از عبادم است. از الله رب العالمین به امی احساس پناه بخواهیم. قل اعوذ برب الناس. و الله رب العالمین بدون خواست ما حفاظت ما و شما را کرده. پیش هر یکی ما و شما یک مجموعه از ملائک از صبح تا نماز دیگر و بعد از نماز دیگر تا صبح که مجموعه دیگر می آید این موجود است. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. الله تعالی این ملائک حفظه را برای ما شما مقرر فرموده. عزیزان گرامی، دیروزم عرض کردیم که رب که بیاید امو تصور را در ذهن خود بیارین. رب پرورش کننده. این پرورش همیطور موضوع ساده نیست. یعنی ما شما ببینیم این موجودات، این مخلوقات، امی طعامی که به ما و لقمه‌ای که جور میشه و ما شما او را تناول میکنیم، امیطور آنن نه آمده. شما تصور کنین که چقدر مراحلی میگذاره تا که به این مرحله میرسه. این کلی انتظامات را مو منتظم فرموده، مو که تدبیر میکنه. همین قسم مواسم و فصول را به وجود آورده. همین قسم آفتاب را امر کرده که کار خود را انجام بده. زمین را حکم کرده که او توانایی رویدگی داشته باشه. این کل این کار را رب میکنه. دهقان فقط تخم را پاش میکنه، دیگه به خانه خود میآید. اونجا چی کارای میشه، این کل تدبیر را الله رب العالمین میکنه. قل اعوذ. این ماشینای داخلی ما شما، ما از یک دکتر صاحب شنیدیم او گفته که این ماشینایی که در داخل انسان است اگر این مجسم شود در یک اتاق بزرگی جای نمیشه. این قدر وسایل هست، فهمیدین؟ لیکن این کلی تدبیر که میشه که یک حجره ما و شما بدون
वो ذات के रब अस بدون परवरिश व तरबिया व निगहबानी व मुराकबत व हिफाजत वो कार करदा नमीताना قل أعوذ برب الناس الناس با پروردگار مردم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك بادشاہ ملک در زبان ما و شما هم است ملک هم است و مالک هم است ملک یک ملک است در قرآن کریم یک ملک است ملک هم آمده 88 بار آمده ملک فرشته و ملک پادشاه مالک عزیزان گرامی ملک و پادشاه دو قسم است یک ملک و پادشاه او کسی هست که او پادشاهی و ملک او موقت هست محکوم به فنا هست محکوم به اعدام هست محکوم به زوال هست دی تمامی او ملوک می آیا که دی دنیا شما تصور میکنین تمامی او امپراتورا می آیا که به قدرت و توانایی خود بسیار افتخار دارن پادشاهی هر یکی از اینا را می بینین که او محکوم است به زوال یک روز می آیا او زائل میشه یک روز می آیا پادشاهی او خودی او فنا میشه و تا به حال چقدر خصوصا در افغانستان خوی پادشاه امی هر کسی مرگ است فهمیدی کر بسیار کم مردم از اون زنده برام این اشرف غنی چطور گریخته نمیفهم تی گریخته فهمیدی اینجا خو مردم به مرگ میبره فهمیدی فلهذا این پادشاهی ها موقتی هست ای الله رب العالمین به باز انسانا میتا موقتا لیبلوکم ایکم احسن عملا و از او پایین پادشاهی هایی که ما و شما داریم هر کس پادشاه است بجای خود هر یک شما پادشاه هستیم تصرف داریم پادشاه مو است که تصرف میکنه این اعضای بدن انسان حد اقل ای را خود در اختیار داره از این کم بالاتر هم یک فامیل را خود در اختیار داره او حکم میکنه فرمان جاری میکنه کسی در صنف پادشاه هست کسی در یک مؤسسه پادشاه هست کسی در یک ولسوالی پادشاه هست فهمیدی لیکن کلی پادشاهی هایی که ما شما تصور میکنیم این از یک طرف موقتی هست از دیگر طرف این است که اگر پادشاهی بمانه و پادشاه نمیمانه او میموره فلهذا اینجا وقتی که ما پناه میخواهیم قل ملک الناس در پناه پادشاه مردم می آییم او پادشاهی که پادشاهی حقیقی هست به معنی واقعی به تمام مخلوقات حکم داره فیصلهش نافذ است پادشاهی او زوال پذیر نیست پادشاهی او دائمی هست او ملک الناس ملک و پادشاه انسانا هست او ذاتی که انسانا و بخصوص یعنی تمام مخلوق در عموم و بخصوص انسانا چار و ناچار فرمان او را میبرن چاره نداره حکم او قیامت که بخیر فردا رخصت میشه از دنیا کدام کسی باز بگوه که نیست یک دو سه سال دیگه مگر لطف کنی نه فرمانش نافذ است ملک الناس او پادشاهی حقیقی هست او که قرآن کریم فرموده در روز قیامت می اعلان میشه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار او پادشاهی که
کل پادشاه ها و کل امپراتورا در کنترل او است. او پادشاه است، پادشاهی خود را میگوید ملک الناس. فلهذا عزیزان گرامی، ما وقتی که این آیت را میخوانیم، یک خو انسان مشکلش ای است که در نتیجه به اصطلاح ضعف او بعضی پادشاهی همینطور چین به نظرش بسیار کلان می آید و بعض پادشاهی حقیقی را فراموش میکنه، فکر میکنه که اولا اینا پادشاه هستن. نه، با وقت خواندن این آیت حقیقت پادشاه به ذهن ما و شما بیاید و در وقت خواندن این آیت کریمه ما و شما این دعا را بکنیم، دل ما باید دعا بکنه که یا الله به ما توفیق نصیب فرما که تو را پادشاهی حقیقی تسلیم کنیم، پادشاهی واقعی. فرمانی تو فرمانی باشه که در روشنی و در تاریکی ما مطیع فرمانی تو باشیم. دو اوامر که اوامر تکوینی هست، دو خو ما هیچ چی کرده سرپیچی کرده نمیتوانیم. به ما توفیق نصیب فرما که در اوامر تشریعی هم زیر فرمان تو زندگی بکنیم. ملک الناس، اله الناس، اله الناس. عزیزان گرامی، وقتی که پادشاه می آیا، پادشاه چی کارا میکنه؟ پادشاه حکم میتنه که کار بکنن، رعیت ما به دست راست بره و بسرک، رعیت ما به فلان کار بکنه، فلان کار بکنه. این کار پادشاه هست. نه وقتی که یک انسان میگوه که ملک الناس، پادشاهی حقیقی مردم و رب هست و الله هست جل و علا شانه، اتومات در ذهنش این موضوع بیاید که اگر کدام فرمان از فرامین پادشاهای موقتی در مقابل فرمان پادشاهی واقعی قرار گرفت، او به نزد ما کنسل هست، لغو است، باطل است و را نمیپذیریم. ای باید در ذهن به و امی معتقد هست، امی عقیده هست. الله رب العالمین قسمی که معبود هست، امی قسم ملکم هست و کار ملک حکم صادر کردن، تصرف کردن هست. بسا اوقات انسان دی شبهه چی میشه که من حیث عبادات مروج خو به او سر پیشو خم میکنه و به او رکوع و سجده میکنه، لیکن در موضوع حکم بس حکم نرنده مودی را قبول میکنه در مقابل او. امی بدبختی که آل نو آمده حکم ترامپ را باز قبول میکنه، باز در مقابل حکم او حکم کدام کسی دیگر را قبول میکنه. وقتی که ملک الناس گفتی این موضوع باید کلیر باشه که حاکم او است، حکم باید او بتا، قانون او بتا و امر و نهی باید او بکنه، حلال و حرام از طرف او تعیین شوه، نه که دیگر او را تعیین بکنه. اله الناس، معبود مردم. اله معنی معبود و او ترجمه او را ما کسی معنی اله و شما گفته بودیم، انشاءالله او بیاد شما باشه. معبود مثل که ملک حقیقی فقط الله رب العالمین هست، امو قسم اله حقیقی الله رب العالمین است. ما شما که میخوانیم لا اله الا الله، لا اله، اله را نفی میکنیم، الهه را نفی میکنیم و بعد از او اثبات است که تمام الهه‌ای که به دروغ خود را اله میدانه یا دیگرا اونا را اله قرار داده و یا الوهیت خود را بالای مردم می قبلانه، کل اینا باطل هستن، کنسل هستن، ناچل هستن. الا الله، معبود حقیقی. این ترجمه که ما شما عموما ترجمه میکنیم که اله یعنی هیچ معبود حقیقی وجود نداره. این به این معنی که معبودان غیر حقیقی خو است،
کسی همی شکم خود را معبود قرار داده و کسی یک چوب را معبود قرار داده و اله و کسی یک سنگ را و کسی یک بت را و کسی یک انسان را و کسی یک چی را. یعنی معبود حقیقی وجود نداره رب جز از الله رب العالمین. اله الناس عزیزان گرامی، ای اله و معبود حقیقی انسان در قراره نفس و نهادی نشده. کل مولود یولد علی الفطره. و می خطرناکترین مشرکین هم باز در مشکلات حقیقی که واقع شوند باز با مو اله چی حضرت عکرمه رضی الله عنه که بعد از او خود صحابی شد، این پسر ابو جهل، این قصه میکنه که مکه که فتح شد ما بعض مردم یک طرف گریختن بعض دیگه طرف و بعض امین جماندن. خود 10,000 لشکر به قیادت رسول الله صلی الله علیه و داخل مکه مکرمه شد. میگوید که ما و یک مجموعه به طرف بندرگاه جده رفتیم. این جده قدیم است قدیم و اونجا یک کشتی آمده بود، ما در او سوار شدیم. وقتی که در کمی کشتی حرکت کرد و در وسط قرار گرفت یک طوفان خطرناک برپا شد و آنقدر خطرناک بود که همه ما بس ترسیدیم که آل اخیرین چی هست. هر کس همو بوتای خود را صدا داد که آلی چی کو و بر خلاص کن خلاص. میگه باز گفتن که نه اینا آل کار نمیتا، همو اله حقیقی را باید چی بکنیم. حضرت عکرمه رضی الله عنه میگوید که به طرف همی اله حقیقی خو محمد صلی الله علیه و سلم 13 سال مرا در مکه دعوت میکرد و اونجا 8 سال در مدینه منوره که اونجا هست و مسلسل امی پیامشان است که امی الهی امی قولوا لا اله الا الله تفلحوا. با مردم گفتن که با او چرا جنگ میکردن که آل او اله حقیقی را میخواهین، خب او چرا قبول نداشتن؟ بعض میگوید که به خود گفتیم که اگر اینجا نجات پیدا کردیم نه پس میریم و مستقیما در خدمت محمد صلی الله علیه و سلم حاضر میشیم. دیره که حقیقت خو واضح شد، آلی که دیگه آلیها آنتن نمیتا و از طوفان خلاص نمیکنه. خو اصل اله را وقت چرا قبول نکردیم؟ و میگوید که باز الله رب العالمین دعای مردم را قبول کرد و نجات یافتیم و ما پس گشتیم و مستقیما آمدیم در مکه و به رسول الله صلی الله علیه و گفتیم که ما خو از امو گریزی ها و فراری ها بودیم. خو اینطور قصه شد غالب بس کلمه و شهادتین را خواند و مسلمان شد. و باز به خود گفت که به این قدر سالا ما که در مخالفتی پیغمبر استاد شدیم باید کارنامه های را انجام دهیم که به او چی شوه، یعنی جبران شوه. و شما میفهمیم که عکرمه رضی الله عنه باز یکی از فرمانده های بزرگ اسلام بود، یکی از چند انگشت شمار کسایی که بود یکی عکرمه رضی الله تعالی عنه بود. امی اله الناس که ما شما میگویم در این قسم اله در پناه او میاییم عزیزانی گرامی. او که پناه او را کسی شکست داده نمیتانه، او را کسی چالش کرده نمیتانه، او را کسی زیر کرده نمیتانه. اله الناس در پناه اله حقیقی و این معانی خامخا باید خطور بکنه، این معانی و مفاهیم. زیرا که ما به شما گفتیم که نماز مظهر تمام عبادات است و تربیتگاه است و این آیات عموما دی خوانده میشه. امیر در کابل سوره های نماز میگویم، یعنی معنیش است که امی سوره را مردم میخوانه. در قرآن کریم خود کل در نماز خوانده میشه. میگه چند سوره نماز را میاد داریم، از او جمله سوره الناس هم هست. فلهذا ما و شما در وقت خواندن و تلاوت آیت کریمه اله الناس از عمق قلب دعا بکنیم که یا الله یا رب کریم به ما توفیق عطا فرما که تو را به عنوان اله و معبود حقیقی در تمام زندگی تسلیم بکنیم. زیرا که چقدر مردم است که صبح تا شام آلهه دیگر را پرستش میکنن، چقدر است.
این نفس خو بالکل شریک هست. قرآن کریم با می خاطر فرموده بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. شما او کسی را دیدین که خواهش نفس خود را اله قرار داده. ما به شما در معانی اله گفته بودیم که یک معنای اله او ذاتی که مطاع است، او ذات مطاع. خب اگر ما معنای اله را اینجا مطاع نگیریم، به نفس خود خو انسان نه رکوع میکنه و نه سجده میکنه. شما کسی را دیدی که نفس خود استاد کرده باشه و او به او رکوع بکنه؟ نفس را چطور انسان اله قرار میده؟ حکم او را قبول داره. او اینجا ششته و قضایش به دستی او داده، این طرف میبره او طرف میبره، دو ناروا میبره دو نه و این بنده او میشه. به این خاطر ما دعا بکنیم که یا الله به ما توفیق عطا فرما که از می بندگی های غیر از تو ما نجات پیدا کنیم. شما میبینید یک اله واحد را که انسان به معنای واقعی آقا و مالک و معبود خود قرار بده، از هزارها درها نجات و امان پیدا میکنه. هزارها سجده هایی که به دیگرها به جبین خود را پایین میکرد، از اون نجات پیدا میکنه. امی یک سجده انسان را آزادی واقعی میبخشه. مسلمان در حقیقت حر است و آزاد است. دیگه مردم کلش بنده و برده نفسشان است، یا از شیطان است یا دیگه چیز است. پس با وقت خواندن آیت کریمه اله الناس، در پناه او اله مردم ما می آییم، از او پناه می طلبیم که او معبود حقیقی هست. اله الناس. خب شما گفته بودیم که مستعیذ و مستعاذ، طلب کننده پناه و از ذاتی که پناه خواسته میشه. ای دو خو آمد. اعوذ امو کسی کی را میخوانه و ای ملک الناس اله الناس رب الناس ملک الناس اله الناس. این مستعاذ است، پناهی را ما میخواهیم. مستعیذ منه چی است؟ از چی پناه میخواهیم و تکلیف چی هست و مشکل چی هست؟ دی آیت است من شر الوسواس الخناس. شر ما ترجمه کرده بودیم ماشاءالله ماشاءالله بیدار هستن مردم، ماش کمپیوترها هستن. من شر من ترجمه کنین شر آفرین بدی و ضرر و یا هر آن چیزی که به طرف بدی و ضرر انسان را سوق میده، این کل شر هست. اگرچه در چی غلاف خیر تقدیم میشه. عموما انسانای شریر، عموما او دعوتگرای شریر، او برنامه های شریر، عموما او به اصطلاح شیاطین انسی و جنی اشرار، اونا شر را به شکل خیر پیش میکنن. بابای بزرگوار ما و شما را که فریب میداد شیطان، برش نگفت که تو را از جنت میکشیم، برش گفت که تو را یک کار میتیم که شما همیشه اینجا میمانیم و ملک لا یبلا. فهمیدین؟ فدالله فوسوس لهما الشیطان، بازی گفت که وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. با اردو قسم یاد کرد که ما خیرخواه شما هستیم، شما اینجا باز همیشه میمانید. اولین قسم شیطان یاد کرد. شیطان این قسم یاد کرده به اردویشان تا که او چی بکنن، باورشان بیاید و به شکل ناصح آمده. انی لکما لمن الناصحین. اگر یک شریر به شکل شریر بیاید، همه مردم را میفهمه که این شریر است، از شری باید چی کنیم.
این اشراری که آمده بودن از غرب و 20 سال همواره همین فسق و فجور را پخش میکردن زیر شعارات بسیار حقوق مردم. کل مردم را کشتن، باز میگه حقوق مردم، حقوق زن. زن بیچاره یک لباس داشت، ابو لباس هم از او گرفته، یک لباس داشت او را برهنه کرده پیش مردم و بعضی را چی میگفتن؟ حقوق زن. با امی و این برنامه امی تمدن گمراه کن غربی هست که به شکل ناصح و به شکل خیرخواه می آید. کل مردم را کشته، در هر کشور که رفت میگه ما به حفاظت شما آمدیم. به عراق رفت او را به خاک یکسان کرده، به کل کشورها را. و باز شعار چی هست؟ حفاظت شما را میکنیم، سب با حفاظت شما را میکنیم. این شیاطین انسی که اصلا نماینده او شیطان بزرگ است، این امی قسم به شکل نه. لیکن مشکل مسلمان چی هست؟ مشکل مسلمان ای است که این نه تاریخ را میخوانه، نه خبر هست، نه از چی تاریخچه امت خبر است که چی قدر و بارها امی طور فریب خود مردم. باز دیگر امی فریب میخوره، باری دیگر امی فریب میخوره. ای است. فلهذا ما و شما از شر چی میخواهیم؟ ای مستعیذ منه هست. اینجا شر چی؟ الوسواس. وسواس او کسی که مسلسل وسوسه میکنه، وسوسه کننده پیهم. الوسواس من شر الوسواس الخناس. خناس خو وسوسه علماء ایرم گفته که به شکل در قلب انسان یک چیزی را انداختن که اصلا انسان نفهمه. یعنی بعضی ویروس ها است که او را او تشخیص نمیشه. امی قسم وسوسه هست و با پیچکاری بسیار نازک همینطور پیچکاری میبره، همین جا چخ میکنه، در اینجا همین دو جای را خراب میکنه، ای قلب و ای کلا. باز مردم دی فکر است که بالای کلا یک چیزی بمانه ای جور میشه. ای بماندن جور نمیشه، بالای شی کولا باشه و ای پکول باشه و ای همی کولایی که پول مردم پورا میتا و کولا برش نیمه میتا مثل میواره. امی قسم باشه. این مهم نیست که کولا چی قسم است، مهم ای است که زیر کولا چی است. این مهم است که زیر کولا چی هست. فلهذا عزیزان گرامی سر امی دو جای کار بکنین، خب اینجا و اینجا، سر امی دو جای خوب پخته کار بکنین. ای را شیطان چی نکنه. او شیطان به دست و پای شما زیاد کار نداره. میگه یکی از ما شد باز کلش از ما شد. بازو خودش از ما، مالش در خدمت ما، اولادش در خدمت ما، خانهش در خدمت ما، موتور و وسایلش در خدمت. بس امی دو جای را که او چی کنه شما نمیبینی مردم را. این مراکز فسق و فجور را خو این شیاطین جنی نساخته، این را خواهی مردم ساخته. فهمیدی؟ شیطان همی کار کرده که سر کلیشان کار کرده و سر قلبشان و باز از آن خود کرده. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک.
وسوسه کنندک است، یک صفتی است که خناس است. خناس دو معنی داره. یک معنیش است که ظاهر میشه و پنهان میشه. ایدور یک سوال ذهنی است. خب میگوه که یک طیاره میدان وی کابل آمد و اونجا می چراغا گل میشه خاموش میشه، گل میشه خاموش، طیاره چی بکنه؟ بله؟ خب ایرا ندیدی گل میشه خاموش میشه. خب صحیح، این مردم بیدار هستند. یک معنی خناس امی هست که ظاهر میشه و ای پنهان میشه. وقت ظاهر میشه که انسان مثلا ذکر میکنه، چی میکنه و از هر طرف پیشش میاد. در نماز میاد، در نماز چقدر کارا بریشان میگوید و بس پس میره که کمی متوجه میشه پس میآید. و یک معنی خناس ای است که پنهان میشه، زیاد دور نمیره، نزدیک اونجا میشینه و در کمین هست که چی وقت چی بکنه؟ حمله بکنه. الجوار در یکی از صفات بعض ستاره ها است الخنس. الخنس بعض ستاره ها اگر شما در کابل خود ستاره ها معلوم نمیشه زمین دودو وطن که میریم چقدر اسمان پاک است. بعض ستاره ها است دمی اسمان شما تجربه کنین، میبینی که هسته که پستان میبینی که اونجا نیسته. بعض ستاره ها امی قسم است. به این خاطر به او چی گفته شده؟ الخنس. الخنس این شیطان ایه هست، یعنی و میآیه و پس میروه. اصلا وسواس وقتی که بار بار وسوسه میندازه در او وقتی که یک انسان الله رب العالمین را مکمل اذیت ببره. شیطان میبینه که از بهترین فرصت است، از امی استفاده میکنه، بار بار میآیه و برنامه برش میته. و خناس ای است که وقتی که انسان الله رب العالمین را یاد میکنه، کلمه، اذان، اقامت به زبان را میاره، شیطان چی میشه؟ پس میره. ای که با مجردی که متوقف شد پس میآیه. و برنامه شیطانی ای قسم است. فهمیدی؟ وسوسه میندازه و وسواس به شما گفتیم که مسلسل هیچ خسته نمیشه. هیچ مثل که نوادگرا خو خسته میشه، نه میگه این قدر گپ زدیم قبول نمیکنه، برو کار خدا بکنه. فهمیدی؟ برای ما چی؟ و از بعضیش هم میگه و ما علینا الا البلاغ المبین. ویرا نمیبینه که الا البلاغ المبین خو بعد از 950 سال میشه، 9 بارم برش نگفته و ما علینا الا البلاغ المبین. این را یاد گرفته بس. مسلسل وسوسه میندازه به حدی که امو کسی که تارگت است و هدف است او نیت بکنه که ولی بسیار مشوره خوب میته، یعنی مشوره دزدی دادد تا یک روز میلیونر میشه. بانک که زدیم بخیر، این تکلیفه، این مشکلات، این زحمت فهمید. و چی میشه؟ این وسوسه مبدل میشه به اراده. با اراده که پخته شد بعضی بدل میشه به عمل. و بعد از او که عمل بالایش چی شد؟ یک بار نه، توسط او باز بار باری عمل را اجرا میکنه. چون که کم اونجا چی میبینه؟ نه لذت میبینه، اونجا منفعت میبینه، منفعت ظاهری. باز او چی میشه؟ مسلسل او را اجرا میکنه. مسلسل چند بار که او اجرا کرد این عادت همیشگیش میشه. بس در خانه خسته میشه، من میگم من میرم پیش اندیوالایش میرم، اندیوالا میرم. در درس کمر شکسته یک لفظ را نمیخوانه. در کاروبار که پدر بیچارهش برش جور کرده در او دلش قرار نمیگیره، امونجا میره. چون که او چیش میشه؟ نه عمل مسلسل امو عادتش میشه.
شما نمیبینی امو پودره که اینجا نمیفهمی پودره کجا رفتن 3 میلیون پودری داشته فهمیدی وای چه قسم پودری شد ان دیوالش برش گفت که امو یک کش که بکنی در روزم ستاره ها را میبینی در روز فکر که ولای این ستاره ها که طور آسان است بس امو یک کش بازو را میکشند به پولیس سوخته فهمیدی یک کش این موضوعی است که این باز انسان اینجا چی نمیشه شما ندیدین امی چی را بستم میکرد چیم میکرد و خود خطا میداد با امی تکلیف اونجا میرسن امی طورست نه این انڈیوالی هم امی قسم است شما باور کنی امی طورست شما تجربه کنیم شاید جوانا تجربه داشته باشن اینجا کشیشتن بازشن بله فیلم چقدر یک به دیگه متبادل میشه این چی قسم و منتظر می باشه بعد از او که بار بار و عمل را انجام داد باز اون نمایندگی میگیره شیطان برش نمایندگی میده این نمایندگی هایی که هست نه و ایجنت شیطان میشه نماینده باز شیطان فقط در یک ماه دو ماه یک چکر میزنه کاری او را چک میکنه که نمایندگی فعال است یا خیر شما باور کنید امی برنامه است امی برنامه است شما ما سری فکر کردیم این بدی چقدر زود رشد میکنه اینجا خو یا تاییس گلونش پاره شد شما خو از امی زیاد نشدین کم شده روان است لیکن یک کنسرت اینجا باشه حالا خو خیر ببینید طالبا اجازه نمیده شما باز میدیدین این امی دیگه خو اجازه میده اما بازی هایی که هست در امون میدانی چی شما ببین اونجا جای پای نمی باشه ما نمیگویم که او حرام است یس ما فتوی او را نمیتیم لیکن به هدف خواست حد اقل به هدفی خواست لیکن برنامه خیر رشد نمیکنه چی نمیکنه بس یک مولا به اشاره لگه سولا کسی گپشم میشنوه میگه چی میگوی ما نمیفهمیم کلی ما خلاص نمیشه گپا را میزنم ما سر ما خلاص نمیشه این مولا صاحب چی گفته روان است کلی تو چطور خلاص شد تو اینجا نیستی فهمیدی او دلت در دیگه جای است بس همونجا این نمایندگی که گرفت باز کوشش میکنه که بازو بچلانه رشد میتن و امی کار روان است و امی در حقیقت عزیزان گرامی کشمکش است این مسلمان در کشمکش امی انسان به امی خاطر پیدا شده فهمیدین لیکن اینجا یک طرف کش است مکش نیست کش روان است بس یک طرفه کش است کش کی طرف مکشم بود می بود که کو کش میکرد او طرف هم کش می بود این کشمکش یک طرفه شده علی ضرورت است که کشمکش برپا شود فهمیدین و باز می آیا نصیحت پدرانه میکنه که مردم اگر به تو نمیسازه خود تو بینا بس است تو را چی خدا زده که امی طور گپای اوی چی هستی خوب امی مثل مردم شو دیگه یعنی تو هم یک نمایندگی بگیر فهمیدی و ای را برش نمیگوید که مردم اگر به تو نمیسازه تو بینا بستیز مقابله کو کشمکش امی را میگوید فهمیدی بی کشمکش کسی آمده نیست فهمیدی این برنامه شیطان است فهمیدی بعضی که چی شد خلاص او شیطان خوامی را گفتن لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین ما جهنم خدا پر میکنیم فهمیدی این گپ است فلهذا عزیزان گرامی من شر الوسواس الخناس که میخوانیم فقط با 4 قل کفایت نمیکنه که قل شریف را خواندیم و ختمانه را خواندیم ده ختمانه چیزا را بگوین ختمانه به چی خاطر است دو پیزه خوبه از اون پخته شده او پخته شده و میرسه کوئی چیزا را بگوین به مردم شیطانی کارا کرده و ما پیشم به شما گفته بودیم برادرای عزیز مشکلی معرکه ای است که
او شیطان کل برنامه ما را میبینه، ما او را نمیبینیم. هو و قبیله چطور انه یراکم هو من حیث لا ترونه، ما نمیبینیم و این خاطر سخت است. الذي و خناس الذي ترجمه کنین یوسوس وسوسه می اندازد، وسوسه کننده الوسواس، یوسوس کجا می اندازه؟ فی صدور الناس. فی چی معنی؟ صدور ای جمع صدر است. صدر خو اصلا چی را گفته میشه؟ نه سینه را. در سینه چطور می اندازه؟ اصلا خو اونجا قلب است. و قرآن کریم فرموده که گاهی تعبیر به صدر شده انه علیم بذات الصدور، و گاهی تعبیر به قلب شده لهم قلوب لا یفقهون بها. لیکن اینجا که الله رب العالمین فرموده که در سینه های شیطان اول چی مندازه. اصلا موضوعی است عزیزان گرامی، مثل که هر خانه یک اویلی داره. فهمیدین؟ باز در اویلی که دزمه داره، در اویلی چی میکنه؟ کبار مبار است در اویلی. فهمیدی؟ او اصلا به چی خود میرسانه؟ خزانه ها که مانده شده. بیجی چی کجا مانده؟ طلا کجا مانده؟ اجی سب دلار کجا مانده؟ فهمیدی؟ اونجا خود میرسانه. اگر کسی هوشیار باشه و دوست را نمانه که به دهلیز و اویلی در آیا، باز به او صفحه رسیده نمیتانه. لیکن اگر گفت که خیر است بیایا در داخل اویلی که قدم من باز است اونجا خودم میرسانه. یک روز دو روز کمین است نه، امو وقتی که وقت مناسب را که دید باز میره پیش امو خزانه ها. این خزانه که هست، این خزانه ای در صدر هست. و دی خزانه چی است؟ این مرکز ایمان است، این مرکز عقیده و فکر هست، این مرکز محبت به الله رب العالمین، محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم، این مرکز محبت به اهل ایمان، این مرکز اخلاص، این مرکز امیدواری و رجاء از الله رب العالمین، این مرکز تقوا. رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرموده بود التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. مامی کبار مبار شیطان این چیز او میخواه که به چی برسه؟ به سیف برسه که امو خزانه را از ما تو چی کنه؟ دزدی کنه. فی صدور الناس. اگر انسان به ذکر الله رب العالمین مشغول بود و ای حصار و حفاظت از آن خود کرده بود و محفوظ بود، نه در اویلی آمده میتانه و نه در اونجا رسیدن میتانه. لیکن اگر هر چیز را موتور ایله داد، بازی شیطان کلی ممتلکات را چی میکنه؟ ای دزدی میکنه. لیکن انسان ها مشکلشان ای است که کل مسائل را به پیمانه های مادی پیمایش میکنه و این خزانه های بزرگ در نظر او اصلا خزانه نیست. او را نمیفهمه که به اساس امی جنت حاصل میشود، به اساس امی نعمت های جنت، به اساس امور رضوان من الله حاصل میشود. باز بسیار به قیمت اندک او را میفروشه. از ایمان خود تیر است، از اخلاق خود تیر است، از عمل خود تیر است و امی کار روان است. الترجمه کنین الذي يوسوس في صدور سینه الناس، مردم در سینه های مردم. از او پناه میخواهیم، از او شر خطرناک است، ایمان را دزدی میکنه. خیر است این دلار مالر بازم پیدا میشه، ای کالا مالا، ای کورتی مرتی، ای کورتی کونه هر جای پیدا میشه. ایمان حفاظت او مهم است که او را دزدی نکنه. فی صدور الناس
ما به شما گفتیم پیش که انسان و ناس در قرآن کریم از 300 بار زیاد چی شده و به این خاطر که این موضوع قرآن کریم است. لیکن انسان چی کرده؟ او را قرار در غلافه بسته کرده که دست کسی نرسه. میگه کسی در خانه بیبیجی موچی را در پولا را در چی میمن؟ برش گفت که دی چی میمنی؟ میگه یه کسی دست نمیزنه با این کتاب کسی دست نمیبره. فهمیدی؟ امی قسم است. میگه تا رمضان خو انشاءالله ایشی از محفوظ است. پس میبینیم دیگه جای امی طور است. این قرآن کریم فقط کتاب قاری صاحبا شده. قاری صاحب میدانه و قرآن کریم. دکتر، انجینیر، تاجر ای باید دلار چاپ کنه. ای دلار چاپ کنه. پرسان کنی قرآن خوانده میتونی؟ ولی خوب خوانده نمیتونی. و قاری صاحب ما بسیار خوب میخوانه. میفهمی قرآن شریف؟ صاحب بولا معذرت میخوایم پدرم هم نخوانده بود، نخوان بود. خو مولای ما که هست نی او میفهمه. مولای تو میفهمه. مولای تو خوب خود میفهمه. بری تو چی؟ میگه صاحب 3-4 ماه بعد اجی صاحب یک ختم میکنه، ختم شریف. او قاری خو بری خود اول خو قاری نمیخوانه. فهمیدی؟ اونم چلا یاد گرفته. میگه 5 سپاره را ما داریم. چی داریم؟ او چی یک استل خواندگی داریم. چی داریم؟ ریزرو. او میگه یک داتا ما داریم. در اخیر مقاری صاحب کلان در اخیر یک چند آیت میخوانه. میگه اجی صاحب بیاید که دعا بکنه. او رو زود بیار نوقت شده. سر مردم نوقت نماز جمعه است. فهمیدی؟ یا اول خو نمیخوانه بری تو. فهمیدی؟ بغمی تو مردم چی هستن که بری تو قرآن بخوانه. تو را خدا زده که خودت بخوانی. لقد انزلنا الیکم به شما اینا نازل کردیم. فیه ذکرکم، دی ذکر شما است، مسائل شما بحث شده، از شما گپ زده شده. افلا تعقلون؟ فهمیدین؟ وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فاتبعوه. مبارك ده ديگه آيات أمدا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. چطور به عمل ممکن است که انسان را نفهمه؟ هیچ ممکن نیست. فلهذا مردمی میبینین که 80 سال نماز خوانده. خو نماز که خوانده خو آیت را شنیده نه. در 80 سال نفهمیده، در 60 سال نفهمیده. وی کتاب به آمده بود که مردم را نفهمه. همین معارف کی کتابا چاپ میکنه به خاطر چاپ میکنه. به خاطر چاپ میکنه که مردم را بخوانه. فهمیدین؟ فلهذا الناس به می خاطر آمده. از شما ما درخواست داریم که شما در وسط نگریزین، بخیر تکمیل کنین و به حدی که یاد گرفتین به مردم برسانین. فهمیدین؟ به این سلسله انشاءالله من الجنة والناس. و یک موضوع دیگه در اخیر که هست، این صدر که ذکر شده عزیزان گرامی، میگوین که خطرناکترین امراض امی 2 جای داره. یک امی امراض قلبی، بس به مجردی که والها بند شد بس بخیر رخصتی هست. الا ای که به وقت چی شوامی سپرینگ انداخته شد. و ای قرآن کریم شفاء لما فی الصدور هست. شفا است برای آن چیزی که در سینه هست. در سینه چی هست؟ قلب است. رسول الله صلی الله علیه و فرموده بود الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. و تو تک هست و قلب است. فهمیدین؟ هو ای قرآن به او شفا هست. الله رب العالمین ما شما فهم قرآن نصیب کنه. خو ای وسوسه که من دازه من الجنة والناس. من چی معنی؟ الجنة جنیات
جنیات ای جمع جن است. هر او لفظی که در او جیم و نون آمده باشه در او معنای پنهانی موجود است. جنین چی را گفته میشه؟ او در پنهان است، نه در چند پرده. جنت را جنت به این خاطر گفته میشه که درختش آنقدر انبوه هست که او را چی کرده؟ پود کرده. فهمیدی؟ و مجنون و عقلش چی میشه؟ در پرده می آید. و جن به این خاطر پنهان است که ما و شما الا که کسی کدام به شکل انسان اگر کسی آمده در حلقات قرآنی می آید ببینین اگر کدام انډیوال شما اسمی بوده نه میشینه جنیت گاهی بشه استازای ما میگفتن. فهمیدین؟ و بایی اگر کسی باشه هیچ مشکلی نداره. من الجنة از جنیات و الناس و از مردم. ای وسوسه کننده اگر از جنیات باشه و یا از انسان باشه از همه اینا در پناه تو میاییم. ای است عزیزان گرامی موضوع ای است که وسوسه شیاطین جنی را ما شما میفهمیم. در تفصیل در قرآن آمده وسوسه می فوسوس لهما فدلاهما بغرور این کل چیزه. لیکن وسوسه گر انسی چی قسم است؟ عزیزان گرامی هر او دوست، هر او مجموعه و گروهی، هر او جهتی که در مورد اسلام شکوک و شبهات را پخش میکنه بفهمی که چی هست؟ از امو شیطان انسی هست. فهمیده؟ هر او فرد، هر او گروه، هر او جهت که شما را به بدی تشویق میکنه، بدی، به ناروا، به ظلم، به انصافی، به دزدی، یعنی هر بدی، به شر، بفهمی که ای از امو چی هست؟ من الجنة والناس. فلهذا ما خدمت شما بگویم که او سیستم و نظام تعلیمی که در نتیجه او فکر سکولریزم به وجود می آید، بیدینی پخش میشه و او که آلی که مردم رفته میگه به اطفال ای در غرب و در اروپا نظریه داروین فی الحالم تدریس میشه که ما چی بودیم اصلا یه انسان نبودیم دیگه بودیم، یه تطور و ارتقا شد و چی شدیم. فی الحالم تدریس میشه. هر او نظام تعلیمی که انسان را از رب، از اله، از ملک، از الرحمن الرحیم بیگانه میسازه و شیاطین چی هست؟ و سیستم شیاطین انسی هست. فهمیدین؟ از همه اینا پناه میخواهیم. عزیزان گرامی و متخصصین اقتصادی که اقتصاد را خواندن و این نظر دارن، به این فکر هستند که بدون سود و بدون ربا ممکن نیست که اقتصاد مردم بچله. باید مردم چی بکنه؟ سودخور باشه، به سود تعامل بکنه و بدون سود ممکن نیست که یه مال چی شوه و توسعه و گسترش پیدا کنه و چی باشه. شما فوراً بفهمین که این از امو شیاطین انسی هست. انسی در امی افغانستان ما و شما خود بنام تخصص اصلا چیزی نیست متاسفانه. اقتصاددان ما امو هست، میبخشین اگر کسی در فاکولته اقتصاد باشه یا خوانده باشه که پول دیگره را حساب میکنه، بس پول دیگه مردم را کشمار میکنه. او را چی میگویه اینجا؟ این فاکولته اقتصاد خوانده است. تو را بلا زده که فاکولته اقتصاد را خواندی و سیستم مالیات اسلام موجود است و با اساس او یک سیستم بانکی جور کرده نمیتانی. تو چی متخصص اقتصاد هستی؟ تو به چی به درد میخوری؟ تو چی انجینر هستی که یک سیستم
اسلامی برنامه اسلامی یک مبنا را دیزاین کردن نمیتونی و در همین تشناب جای وضو باشه که دعای پیش از وضو و بعد از وضو یک مسلمان خواندن نتانه. فهمیدی؟ همین کاپی پیست میکنی. و تو چی دکتر هستی که چپترای 35 سال را پیشم امو چپترای سابقه را میخوانی. عزیزان گرامی، این خو مشکل هست. موضوع دیگه ای است عزیزان گرامی، پایگاه ها و سایت های اینترنتی که از او به ضد اسلام کار میشه، استعمال میشه، شکوک و شبهات پخش میشه، به اسلام یورش برده میشه. بفهمین که این از امو من الجنة والناس امو هست. به نام انترتینمنت اندستری چیزی که شما میبینین فی الحال بالکل مکمل یک چی هست. در لباس شما میبینین که در لباس مردم پیام نشر میکنه. شما میبینین که حتی در مو کارتونایی که به اطفال جور شده دو هم اونا فکر کرده که چی قسم یک طفل را به یک منهج تربیه کنه. و این کل شما میشنوین یا شنیده باشین، خانه نو زندگی نو. مولوی صاحب میفهمه که شاید از 25-40 سالی او زیاد شده و ختم نمیشه و در هر قسط او باید عروس با چی در جنگ باشه، با خشوع محترمه در چی باشه و این را تعلیم میده که شما یک جای زندگی کرده این تو را میخوره، این خشوع که هست این تو را میخوره. باید جنجال جور کنی و چی شوی؟ جدا شوی و نظام خانواده چی شوه؟ بپاشه. شما میفهمی اونا خود دمشان بریده شده. ما با شما روزم قصه کردیم. یک روبا بود میگه در یک جنگل چی خیزک میزد یک جای چیش بند مانده دمش، اون چی شده؟ قطع شده. بسیار کوشش کرده که او را چی کنه؟ وصل کنه، نشده. باز گفته که خو بسیار شرم است، جای خجالت است که کل روباها دم داره و این محترمه که هستی چی شده. باز گفته که والا یک کار میکنیم و است که فکر کرده، زیاد فکر کرده، کل این کلانشم بوده، کل اینا را خواسته و برشان گفته که بر شما امروز یک انکشاف جدید میکنیم. اینطور یک موضوع شده که شما آنن فانن عالم میشین، بسیار چیزا را میفهمین، بسیار با ظرف میشین، مهارت شما چی میشه. شما خو ما را میشناسین، امی کلان شما بودیم. از روزی که امی دم ما چی شده بسیار انکشافات به ما میشه، چیزایی را نمیفهمیدیم او را ما میفهمیم و بسیار در برنامه ما چی آمده؟ پیشرفت آمده. فقط یک کار بکنین که شما هم چی بکنین، دمای خدا از زمین جایی که قطع شده از زمین جای شما قطع کنین، این کل چیزا با می کار چی میشه؟ جور میشه. خو المهم سر کل اونا چی را قطع کرده، او را که قطع کرده خو کلشان برابر شدن دیگه. سر ما و شما همی کار روان است در با امت اسلامی. دمهای ای غربی ها قطع شده، یکیش هم دم نداره. دمهای دراز خود داره، لیکن معنیش است که کل امو عزت و ابروی اونا چی شده؟ اونجا شما خانواده را پیدا کرده نمیتونی که یک خانواده پدر باشه، مادر باشه، اولاد باشه، نواسه باشه. تصوری او نیست. دم بریده شده. شما پیدا کرده نمیتوانید که به امیر رشته سفید مردم چی بگذاره؟ احترام بگذاره. کسی نیست که به پدرش بس یک فادر به خو نیست، خو مادر پدرش معلوم نیست اصلا. پدرش خو معامله را انجام داده دیگه گم شده و کل هم و غم چی شده با مادر. و مادرم چی کرده؟ مادرم او قدر زحمت نمیکشه، او را طفل را برده به چی؟ گودکستان. او طفل کلان شده با مو بوتل و امی طور بوتل کلان شده. بوتل به این معنی
که نه شفقت، نه ترحم، نه عاطفه، نه قریب، نه اصلا فقط پول، دلار. فهمیدی؟ هیچ تصوری نیست مثل اینجا که یک جوره با هم چی میشه در نتیجه یک عقد نکاح شرعی بسته میشه و با هر قدر که پیش میره محبتشان و مودتشان و زمینش استفاده پرسان کنیم. اگر اول نمو چی بود مودت، شفقت، ترحم، یک به دیگه بسیار میطور چی هست. اونجا در 15 محکمه تاپه میشه و دختر میگه که بای ما دیگه جای رفتیم، تو کار خدا بکو. فلهذا اونای دم بریده شدن، میخواه که دمهای ای امت را چی کنه؟ امی قسم قطع کنه. و این دیوانه ها، بعضی از دیوانه ها البته ای را نمیفهمه، میگه اونجا پیشرفت است، اونجا ترقی هست، اونجا فلان است. اینجا یک کسی یک بار امی در جمهوریت خوامی انترویو و میٹنگ زیاده بودیم. کجا است حاجی صاحب؟ در میٹنگ. حاجی صاحب نه، رئیس صاحب. در میٹنگ است. میٹنگ چی بود؟ یک دختر اینجا ششتمی بود، یک اینجا. این میٹنگ بود. انترویو یک کسی بود، او گفت که والا نام ما در چی شده؟ شارت لیست شده و ما خو هیچ چیز نمیفهمیم. اندیوالش برش گفت تو بسیار آدم ساده هستی، یک پتلون چسب بگیر و یک چی بگیر، کل علوم دنیا و جهان در کلایت می آید. امی کار بود، امی کار بود. خو این درس محترم و این دوستا شاهد هستند. به این خاطر عزیزان گرامی، این تمدن غربی این انسان کش است، مقابله او فقط اسلام کرده میتانه. به خاطر این که اسلام دین فطرت هست، فطرت الله التي فطر الناس، الدین القیم، ما من مولود یولد. یک موضوع دوم ای است که از قوت ذاتی داره، قوت ذاتی داره. اگر ما و شما و عالم شد ولا وقتی از بین میره، فی خودش قوت داره. فهمیدی؟ و در قوت ذاتیش دو مصدر است که را قوی ساخته. اولش قرآن کریم است، امو قسم محفوظ است، قسمی که نازل شده. متجدد العطاء است، هر روز عطای خود را داره، هر روز خزانه ها است، مردم از او استخراج میکنه. این نگفته که ولا پورا شده و چی شده. لا یخلق من کثرت الرد لا تنقضی عجائبه. و دوم مصدر قوت دین امو شریعتی است که در هر زمان و هر مکان قابل تطبیق هست، قابل. فهمیده؟ و مشکل اونا چی هست؟ او تمدن هست که با یک پای استاد است. هر تمدن دو پای می داشته باشه. یک پایه او ارزش ها هست و پایه دوم او ترقی هست. او تمدن غربی پایه ارزش ها را هیچ نداره. هر جایی که پول باشه و منفعت شخصی باشه فقط نمو بیسشان است. فقط یک پایه پیشرفت و ترقی داره. شما خو با یک پای استاد شوین، چند ساعت استاد شده میتانین. خو بالاخره با یک پای که انسان استاد میشه و یک تمدن استاد میشه، بالاخره مسیرش چی است؟ چپه شدن هست، چپه شدنی است این تمدن. لیکن سوالی است که آیا ما به او اندازه هستیم که جای خالی او را پر کنیم؟ به این عقول، به این ظرفیت ما آمدگی ای را داریم؟ این قرآن از ما و شما امی میخواد که ما آمدگی را داشته باشیم که او چپه شد که اینطور نیست که تمدن چینایی جای او را بگیره، تمدن اسلام جای او را بگیره. خب این ما به شما گفتیم که در لباس، در صحت، در تعلیم این کل چیزا ترویج میشه. اینجا یک وقت آمده بود میگه که بدون نکته‌ای و بدون چی نه در چی آمده میتونه، نه در وظیفه و نه در پانتون نشده بود. اینجا مؤسساتی بود که کارشان ای بود، دخترها را استخدام میکردن، کارشان ای بود که فقط در بازارا بگرده و فحش را ترویج بدن که کالایش مردم ببینن. توسط امی انترتینمنت ای کلان اندستری هست، توسط او ای کی ها هستن
من الجنة والناس. ای باید فهمیده شوه و چی شوه. عزیزان گرامی، یک بار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده، از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که فرمود که امشب به ما آیات نازل شده که بی بدیل هست، بی بدیل، بی مثال هست. و باز فرمود قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. عظمت این سوره ها را درک کنین. این را نبینیم عزیزان گرامی که بسیار مختصر است و امام صاحب امیر به خاطر اختصار بخوانه. عظمت این را درک کنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که لا مثل لها. فهمیدین؟ این را درک کرده این سوره ها را باید ما و شما در نمازم بخوانیم و در هر جای این را تکرار کنیم. ترجمه کنین من الجنة و الناس، از مردم. عزیزان گرامی، این برنامه 5 نکاتی از یاد شما خو نرفته. دعا که الله در این سوره فهمی که هست، معانی و مفاهیمی که هست، این را به ما نصیب فرما. و بعد از خود را محاسبه کنیم که ما خو رب الناس گفتیم، ملک الناس، اله الناس. آیا در طول روز آیا اینطور خو نشده که ما کسی دیگری را رب قرار داده باشیم، کسی دیگری را مالک حقیقی پنداشته باشیم، کسی دیگری را اله و با عنوان اله چی کرده باشیم؟ فهمیدی؟ بعد از او پلان که چی سبب شده که این کارا سر ما میشه، چرا با امو به اصطلاح با امو معیار ما برابر نیستیم، چیزایی که معنی از سوره انسان از راه دور کنه و بعد از او پلان جور کنه، پلان رساندن پیام به دیگره. قل اعوذ برب الناس با این تمام معانی و مفاهیم. قواعد از برادرای عزیز و محترم پیش از این تی پی آی تکرار کنین. این اشاره چی بود؟ بله همه با هم بگوین. وی ماشاءالله. وی اشاره چیست؟ ماشاءالله میفهمم. این امی گروپ دوم هست. ما و شما گفته بودیم که 4 نمونه کثیر الاستعمال ما و شما داریم. در ثلاثی مجرد 6 ابواب است، لیکن این 4 که هستی کثیر الاستعمال است که اولش فتحه، دوم، سوم، چهارم سمع. شما میبینین که اینجا یک فا نوشته است، اینجا نون و اینجا صاد و اینجا سین. آینده ها این میایه که هر جایی که مثلا سین نوشته بود همراه یک فعل، شما بفهمین که به قالب چی هست؟ جایی که نون نوشته بود و جایی که فا نوشته بود و جایی که ضاد نوشته بود ضربه. خب این قالب دوم هست. نصر ینصرو، دیروز بود فتح یفتح نبود یفتح، اینجاست ینصر. صاد چی داره؟ یعنی کلمه عین یفعلو. ینصر عین چی داره؟ پیش داره. و در یفتح یفعل عین چی داره؟ زبر داشت. این ملحوظه باید داشته باشین. بخوانین ینصرو، تنصرو. آفرین. ما میگویم هل چی معنی؟ ینصرو. دقیق ترجمه بکن. ینصر او کمک، یعنی حالا یا آینده. جوابش چی است؟ نعم، نعم ینصرو. هل ینصرون؟ شما جواب بگوین. چی معنی نعم ینصرون؟
بله کمک میکنند. چی است؟ کنند. آفرین، جمع هست. هل تنصر؟ لا حول ولا اینطور بکن. نعم حارس اینطور بکن. هل تنصر؟ هل تنصرون؟ نعم ننصرون نیست وطندار. ننصر. هل تنصر؟ کسی اینطور کرده، کسی دو دست چی کرده، کسی سه انگشت را یک طرف کرده. خب عزیزان گرامی، در نکات تربیتی ما و شما یک موضوع مهم داریم که او ذکر الله رب العالمین هست. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عبدالله ابن بسر رضی الله عنه روایت میکنه که یک شخص در خدمت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر شد و گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرموده ها و احکام و تعلیمات اسلام بسیار زیاد شده به ما، یعنی از یاد ما میرا به یاد نمیمانه. یک چیزی را به ما بگوی که او را به قوت بگیریم، اتشبث به، به او تمسک بجویم و به ما کفایت بکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که زبان همیشه به ذکر الله رب العالمین تر باشه، در رفتن و در ششتن و در وقت خواب و در وقت هر بس دست بکار. یعنی الله رب العالمین را اگر این تعبیر صحیح نباشه، به هر حال ما ای را گفتیم که یعنی به زبان انسان مؤمن ذکر الله رب العالمین باشه، بلکه کوشش بکنه مسلمان کی تکیه کلامش باشه. در بسیاری از کشورهای اسلامی وقتی که مردم جنگ میکنه میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، صلی علی محمد. فهمیدین؟ یک چیزی را که میگه استغفر الله، اینجا مردم اتومات دو میزنن. فهمیدی؟ یعنی که دو نزنیم میگه چاره من نمیشه، چاره تو به خاطر نمیشه که عادت شدی. فهمیدی؟ یعنی این چی هست. و یک چیز در ذکر ازان گرامی ای است که این ذکر زبانی ای بسیار کم مصرف، بدون از اینکه انسان خسته شود. یا شاید شما کسی را ندیده باشی که ولا بسیار زیاد گپ زدی مال زبان ما درد گرفته. کسی را دیدی؟ یه طور را دیدی که ولا بسیار استاد شدیم پای ما شخ شده و بسیار چی را معده کردیم، چوب را دست ما چی شده. لیکن این طور کسی را ندیده باشی که زبان ما چی شده، بسیار خسته شده. این خسته نمیشه، میطور فر. فهمیدی؟ فلهذا این ذکر خسته نمیشه، لیکن شرطی است که ما ایرا عادت بتیم به ذکر، ایرا به ذکر عادت بتیم و ایرا بفهمیم که ایرا کجا استعمال کنیم و چی کنیم. بهترین کار امو ذکر هست. به این خاطر عزیزان گرامی این ذکر را ما و شما چی بکنیم. همچنان برادر عزیز و محترم، تلاوت قرآن کریم را هم گاه به گاه با آواز بلند بکنیم. صحیح؟ این با آواز بلند، با کم صدای بلند. این از صحابه هم آمده. جناب رسول الله صلی الله علیه و تلاوت صحابه کرام را میشنید، خودشان با آواز بلند تلاوت میفرمود. و یکی از فواید مهم ای است که اگر با تدبر باشه بسیاری معانی و مفاهیم در ذهن انسان می آید و وسوسه های شیطانی دور میشه. و
همچنان عزیزان گرامی ذکر خو عموما چی هست، لیکن قرآن کریم بهترین اذکار هست، زیرا که کلام الله است، کلام الله رب العالمین است. در نتیجه تلاوت او دل انسان پرسکون میشه، مطمئن میشه، تشویشات او رفع میشه، شیاطین انسی و جنی از او دور میشه. فلهذا کسایی که حافظ هستن اونا نیت بکنه که قرآن کریم را زیاد مراجعه بکنه. ما یک برنامه را روی دست دارم، خدا کنه که کسی پیدا شوه که تطبیق کنیم. نام او را ما گذاشتیم روز عظمت و همت. روز او برنامه این قسم است که بعد از نماز صبح مثلا 50 جوره حافظه، 50 جوره چی معنی؟ دو نفر که 100 نفر بعد از نماز صبح در یک مسجد بشینه، در یک مدرسه بشینه و تا 9 بجه شب فقط برای وضو و بامونان وقفه باشه و صبح که تلاوت شروع کنه، یک سپاره یک بخوانه، بس سپاره بعدی دیگه بخوانه، تا 9 بجه قرآن کریمی 2 نفر چی میشه؟ ختم میشه. این برنامه است. اگر کسی دلچسپی داره انشالله در مسجدش اگر کدام جای مساعد است طبیعی سو کمی با کمی خرچه ضرورت داره که با امو قاری صاحبه ما نان را تهیه کنیم و با اونا امو جای و ضرور خونست که 50 جوره باشه، 5 میشه 10 نفر، 20 میشه که 10 چی باشه، تاکه قرآن کریم چی شوه. بسیاری حفاظ قرآن کریم است که هر روز وقت دادن نمیتونه، لیکن هفته یک روز بالکل او را فارغ کرده میتونه، ماهی 2 روز را فارغ کرده میتونه. و به این شکل در یک ما بسیاری از حفاظ قرآن کریم داریم که بیچاره قرآن را حفظ کرده و از یادشان رفته به خاطر این که تلاوت نمیکنه و تلاوت به این خاطر نمیکنه که وقت نداره. و نامش چی را ماندیم؟ روز عظمت، زیرا که قرآن عظیم هست. و همت، این قاری صاحب همت میکنه، این کار چی خونست نه که در یک جلسه و این را ما از امی برادر و خواهرای غزه خود یاد گرفتیم. یعنی با آن قدر متقن هستن در چی؟ در قرآن کریم. با وصفی تمامی 400 روز پورا شد، بمبار مسلسل، قتل و کشتار مسلسل، لیکن اینا با امی قرآن میطور متمسک هستن. رمز قوتشان قرآن کریم است، رمز قوتشان. فهمیدین؟ اگر این رواج شوه بسیار یک کار نیک است. این را به این خاطر گفتیم که شما در فکری باشین. هر کس در مسجد خود اگر برنامه آماده شد ما را خبر بده که با اجرای او برای اولین بار البته چی بکنیم. و ده این میشه که بسیاری اجی صاحبه ختمه را کار دارنه. ختم یک حقیقی خوامی است. اینجا بیاره 2 پیزای خود را، اینجا بیاره 4-5 اجی صاحبه 1-2 ختم کار داره، 1-4 ختم کار داره، 1-3 ختم کار داره. نظر با امو چی و این مصارف به معنی وقیب از در خدمتی چی میشه. فهمیدید؟ یک جایی که 20 ختم قرآن شوه و شما میفهمید که چی قدر برکت. فهمیدین؟ خب و کسی که حفظ نکرده از امی فی الحال نیت بکنه که یک بخش از قرآن کریم را خامخا حفظ میکنه انشالله. این طور به ما کسی نگوید که ما 70 ساله شدیم. این قرآن کریم این طور جوان میسازه. فهمیدی؟ ذهن بس کار میده، این فعال میشه این ذهن و برکت قرآن کریم. فهمیدی؟ و از امی آلی اگر تا به حال اگر شیطان گفته که ولی این نمیشه، این قاری صاحبان میتانه، ممکن نبینه باشه. قربان شویم کسی که یاد میگیره او کور میشه. قربان شویم کور نمیشه، فقط کورهایی را یاد میکردن دیگه. خب باید دقانی میکردن، کدام جای وظیفه میکردن، کدام شل و شوت لنگ و میتور چی و را مینداختن در چی؟ در مدن. و زمو چی شده؟ فهمیدی؟
الله رب العالمین به ما و شما توفیق عمل نصیب کنه.